آخرش پیغمبر صلی الله علیه و یک گپ بسیار بسیار خطرناک بیان میکنه و این گپ باید کل ما یاد داشته باشیم برای خواهرای خود بفهمیم که پیغمبر صلی الله علیه و در آخرش چی میگه. خب گفت که کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمه البخت المائله. آل حکمش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، میگه لا یدخلن الجنه، داخل چی نمیشن؟ جنت نمیشن. عیفت نکرده خواهر عزیز به خاطر یک خانه که این قیقیت از جنت محروم خدا بسازی، به خاطر یک پیرانک پنجابی خدا از جنت محروم بسازی، به خاطر یک آرایشی که ولی کسی روی دام سیل کنه. حال بیخی مردا دلشانت زده که هیچ وقت حوصله داشته باشه که سر روی دوام سیل کنه. یگان کمپیر که خدا چیز میکنه میگه عشق پیری گر بجنبد سر به شیدایی زند. یگان طرف ببینی که روی 16 تا او هم ببینی که خدا عیفت نکده که عیفت نکده خوارک گلم، عیفت نکده مادر کلانک گل، عیفت نکده که در یک پس پیری خدا مستحق دوزخ بسازی. که قسم کوهانایی داشت که تا وقتی که میرفت خدا می کوهان حرکت میکرد. حالا همین خانم هایی که مویای خدا در روی بازار را شکل دادن میگردن و سرایشون کلان کردن، من فکر میکنم ولی زنا چقدر کلای کتا کتا دارن از مردا کردن، خبر نه که بوده جور کردن قدر از لنگی موم کردن چیزای از او کلان شدن. اینا هم در جمله اینمی زنهای دوزخی شامل میشن که در مقابل مردهای نامحرم سرای خدا شکل میدن یا قسم مویای خدا تونی میدن و باز در مقابل مردهای نامحرم ظاهر میشن. خب شاید بعضیا پرسان بکنن خب در اینجا آخرش چی میگن؟ آخرش پیغمبر صلی الله علیه و یک گپ بسیار بسیار خطرناک بیان میکنه و این گپ باید کل ما یاد داشته باشیم برای خواهرای خود بفهمیم که پیغمبر صلی الله علیه و در آخرش چی میگه. خب گفت که کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمه البخت المائله. آل حکمش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، میگه لا یدخلن الجنه، داخل چی نمیشن؟ جنت نمیشن. عیفت نکرده خواهر عزیز به خاطر یک خانه که این قیقیت از جنت محروم خدا بسازی، به خاطر یک پیرانک پنجابی خدا از جنت محروم بسازی، به خاطر یک آرایشی که ولی کسی روی دام سیل کنه. حال بیخی مردا دلشانت زده که هیچ وقت حوصله داشته باشه که سر روی دوام سیل کنه. یگان کمپیر که خدا چیز میکنه میگه عشق پیری گر بجنبد سر به شیدایی زند. یگان طرف ببینی که روی 16 تا او هم ببینی که خدا عیفت نکده که عیفت نکده خوارک گلم، عیفت نکده مادر کلانک گل، عیفت نکده که در یک پس پیری خدا مستحق دوزخ بسازی. عیفت نکده پدر کلان جان که بی ما را یک قسم آرایش کده میکشی، عیفت نکده خدا در این پس پیری خدا خراب میسازی. چی هست؟ میگه لا یدخلن الجنه، به جنت داخل نمیشن ولا یجدن ریحها. این گپ من است، گپ رسول کریم صلی الله علیه و سلم. ولا یجدن ریحها، میگن در جنت خود داخل نمیشن، حتی میگه بوی جنت هم در مشامشان نمیرسه، بوی جنت هم برشان نمیرسه. و ان ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا. پیغمبر میگه که اگر انسان در جای بسیار دور باشه از اونجا هم بوی جنت برای انسان میرسه. و بعضی از علما را دیدم گفتن که به اندازه 70 سال مسافه اگر کس داشته باشه بوی جنت در دماغش میرسه و یا به اندازه 70 سال از جنت خدا دور فاصله میزنه. چرا عیفت نکرده خواهر گلم؟ به خدا ما دوستتان هستیم، به خدا ما بر خیرتان گپ میزنیم، به خدا برادر عزیز اگر تندان میگیم به دوستیتان میگیم، اگر سختان میگیم برای دوستیتان میگیم و اگر درس هم براتان میدیم برای دوستیتان میگیم، اگر سیدیان پر میکنیم به خاطر دوستیتان میگیم. به خدا اگر از ما کده شما را کسی دیگر دوست داشته باشه، به خدا اگر از ما کده امریکایی شما را دوست داشته باشه، طفلای شما را که امریکایی ها بمبارد میکرد دلای ما تکه تکه میشه، طفلای مسلمانای شیندن، طفلای غزه، ما که میدیم اشکای ما میرخت ولی اونا به این چیزا خوشی میکردن. به خدا که امریکا به دردت بخوره یا روس به دردت بخوره یا این مردهای بی غیرت به دردتان بخوره، خواهرای عزیز خودتان خدا اصلاح کنین، خودتان از خدا بترسین، خودتان راه دین تعقیب بکنین.
چرا در این قسمت میگه چرا قدر سخت گفته شده؟ میگه به خاطر از این سخت گفته شده که در اینجا مشابهت با زنان فاسق و فاجر میآید. از این خاطر یک زن مسلمان، یک زنی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدا با زنهای فاسق و فاجر بیدین و بی ایمان و زنهای مبتلا به ایدز و زنهایی که وسیله دست مردها هستند به اونا خدا مبتلا نکنن. در کشور اروپایی رفتیم، پاروی یک کلان پروفسور استاد است، تلویزیون چالان کرده، یک زن آمد از خاطر یک دانه قلم لوتک میزنه، ملاق زد دختر اروپایی، من چرا ملاق میزنه؟ آخر میگه که اپن، یک قلم. من گفتم پروفسور صاحب، گفتم آل شما این دختر میفروشین یا این قلمه؟ شما سوال میکنید که گفتم نه، only an ordinary question. Or do you want to sell the pen or the girl? جواب نگفت. هم کلی خدا شد ما فهمیدیم که فهمیدی که روزدارا تیر میشم، دخترک خوردم است صنف 2 مکتب، از راه میرم دستشم در دستم است، یک لندغر درا میره روی شو طرف است، زد تکر که دخترک مرد کت کالای مکتبش سیاد در روی پیاده رو انداخت شد. دخترکم کالایش کلش خاک پا شد، سلمت سعی کرد. این مرد کسی که سلمت سعی داره. من گفتم والا اگه دارم آواز کنیم یا بگویم که چطور است یا فلان، خب نشه کدام گپ خرابه، هیچ هم کلمه مشهور چی معنا؟ عیف از جوانی، عیف از نکتایی، عیف نام آدم سرت که تو در آن میری حداقل پیش روی یک طفل سیل نمیکنی. حالا ببخشی فکر موتر است، حالا تو پیاده رو میری روی طرف موتر است. مشابهت با زنهای کافر، فاجر، زنهایی که اونا چی هستن و به خاطر از این قصه گفته که تمام این کارها را علما میگن که این چی هسته؟ این کلش سبب بی‌حیایی، سبب فساد جامعه، سبب و این کارها به خاطر چی میشه؟ گفت اسباب خود بی‌ستری چی است؟ ضعیف بودن ایمان است، ایمانش ضعیف است، این یکی. دومش از خدا نمیترسه، دو تشریح نمیکنم. سومش تقلید کورکورانه است. چهارمش پیروی از مود و فیشن و ایگپا. پنجمش به خاطر از اینکه دشمنای اسلام این فیشن کردن و این لباسا را اونا زیادتر رواج میتن و خوشحال میشن به این کارا. ششمش به خاطر که شوهرش وظیفه خود ادا نکرده و مکلفیت خود در مقابل خدا، در مقابل قرآن نشیده. دیگه انشاءالله خلاص. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.